نوروز صاحب، کلا حالا اگر کمی کلی‌تر صحبت بکنیم در رابطه با بنیاد قمر، بعد میایم کمی صحبت ها رو مختصر میکنیم. این بنیاد قمر از چه زمان تأسیس شده و تا حال چه کارکردهایی را کردن جناب استاد شما؟ تشکر یک جهان. بنیاد قمر تقریبا 3.5 سال میشه که در افغانستان فعالیت داره و الحمدلله در 3.5 سال تا نیست که افتخار داشته باشه که کلانترین بنیاد افغانستان شوه و همچنان ما کارا در مختلف بخش میکنیم، خصوصا در 6 بخش مثل صحت، غور به اطفال و کلینیک جور کردن، شفاخانه جور کردن، تحصیلات داخلی و خارجی به همراه شمولوزی به مردم تجارت جور کردن و فابریکی نان جور کردن. مختلف کاراست الحمدلله که میتونیم لیست کلان است، مردم میتونن در وبسایت ما برن و او رو بخوانن که در چی بخش کار میکنیم ما. بسیار خوب. و از این کمک هایی که از زمانی که این بنیاد تأسیس شده جناب استاد و از زمانی که این کمک ها جریان داره، شما چقدر احساس آرامش میکنید؟ این سوال بسیار واقعا خوب است، به خاطر که من یگان شامره خود فکر میکنم و ایران باید بگویم که افغانستان در افغانستان کار کردن کار آسان نیست. دقیقاً. به خاطر که افغانستان یکی از مشکل ترین کشورهای دنیا است و یک چیز نشرمیم، باید مشکلات رو ببینیم و حل کنیم. ما با امروز مردم صحبت میکنن، کسایی که فلسطین میرن، کسایی که سوریا میرن، سومالیا میرن، سیرالیون میرن، امروز از اونها صحبت میکنم دیجا میگم کدام کشور سخت است داخلش کار کنی، اونا میگن افغانستان و حقیقت هم داره. به خاطر که ما هر دفعه دیجا میایم و میخوایم زیاد کار بکنم، مثل در یک بسته شدی نمیتونی در 3 ماه هیچ کار بکنی و هر کارا واقعا بسیار سخت است، یعنی هر کار پیش بری، به خاطر که تا اون سیستم جور نیست. این مسئله نیست که نظام تغییر خورده، بلکه مشکل در نظام قبلی هم بوده، لیکن عالی کارا دگام سلو شده. چیزی واضحه است که بسیار کار عالی بسیار ضعیف پیش میره و احساس من راست بگم اگر این کارا رو برای الله نمیکردم والله که یک روزم در افغانستان میبودم. یک چیز واضحه است و من میخوام که از مردم تشکر کنم، به خاطر چیزی که مردم فقیر هستن ماشون کمک میکنیم. ما کمک میکنیم یا پول کمک هستیم، لیکن اونا در بدلش به ما چیزی میدن، او رضای الله سبحانه و تعالی هست، او به هیچ قیمت خریدن نمیتونی بدون دعای دلشان و دعایی که اونا میکنن بدون زو. و هر کاری که میگم مثلا کمک به خود ما نه به مردم است از ادرس شخصی ما. بله دقیقاً چند روز قبل در صفحات اجتماعی یکی از ویدیوهای شما را نوروز صاحب دیدم که تهداب یک سنگ مسجد را شما در راه کابل جلال آباد مانده بودین. کار از او چقدر پیش رفته؟ واقعا کار نیکی است. تشکر بسیار زیاد. الحمدلله تا هنوز ما تونستیم که 100 تا مساجد جور کنیم و امید ما است تا 1000 مساجد در افغانستان جور کنیم، خصوصا در جایی که نیاز است. دو را مسجد متاسفانه به زنان نبوده و سهولت‌های تشناب و همچنین وضو هم به زنان نبود و می خاطر پلان کردیم چرا نه یک مسجد داشته باشیم که هم به مردا و هم به زنان یک سهولت خوب داشته باشه و ان شاء الله مادرها را هم گفتم میتونم که به اشتکا هم یک جای جور شده، کدام وقت که اشتکشان میارن میتونن دوجا امره چیزای بازی کنن و اونا نماز خدا بخوانن. یک منزلش تکمیل است و یک منزل دیگهش مانده، ان شاء الله تکمیل خواهد شد فرصت. از طرف بنیاد قمر است؟ بله از طرف بنیاد قمر است. بسیار خوب. خیر ببینید جناب استاد.